درخت دوستی تقدیم میکند. البته در قرآن و در کتاب‌های مورخان بسیار حادثه‌های تصویر است که در آن صفت‌های حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که عفو و بخشش است بسیار روشن بیان می‌کند. در واژه‌ای که وقتی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه و مدینه هجرت می‌کردند، برای دستگیری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم قریشی‌ها گفتند که هر کسی که او را کشته بیارد برای او 100 شتر می‌دهیم. می‌دهید 100 شتری همانقدر با 100 مرسدس ماشین‌های قیمت‌های امروزه می‌براید. این پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارد یا سر او را بریده بیارد. اینه که سراقه ابن مالک نقل می‌کند. البته من حاضر شدم برای گرفتن این مکافات 100 شتر و برای قتل محمد پیش از آن که مکه می در آمدم برآمد او را بشنیدم که وعظ میگفت، امر معروف میکرد. من آهسته خود را مسلح کردم، آماده کردم و تیار کردم و کسی خبر نداده از پی کار شدم. وقتی که نزدیک شدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن میخواندم و در این حالت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حمایتگری پیغمبر علیه السلام بودند. پیغمبر را حمایت میکردند و در این حالت دیدن که سراقه آمد و گفتن یا محمد صلی سراقه آمد. دیدن که او البته دشمن پیغمبر علیه السلام بود. وقتی که این سخن را گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرفا که با اون نظر هم نکردند، قرآن را خواندن گرفتند. در همین لحظه ها وقتی که اون نزدیک شد پایهای اسب اون میگون به زمین در آمده رفتن گرفتند. هرگاه میخواد باید نزدیکتر رود پایان رفتن میگیرید. در این حالا وقتی که فهمید اون گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم بودیدن پایهای من هم از سبب دعای تو است. برای همین من از این نیت خود گشتم برای تو چی گویی ضرر نمیرسانم و من خدمت میکنم. در مقابل این سخنانی آن سراقه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم با او یک مکتوب نوشتم و در آن گفته میشد که روزی میشود که من با تو میخورم و به عوض این نیکی کردی تو به تو من نیکی میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای سراقه گفته بودند. در همان زمان میگم شد دو دولت ابوالقدرت بود، یکی دولت فارس و دیگری روم. سراقه در همان زمان بشارت داده بود. دوران حکمرانی عمر ابن خطاب وقتی که فتح فارس می شود و آن سراقه را دعوت می کند و تاج خسروی را می پوشاند و آیشاتی که خود را داشت به دست او می دهد و با او می گوید که سراقه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تو را از این خبر کرده بودند، اینک این نصیب تو است. وقتی که فتح مکه شد پیامبر صلی الله علیه و سلم همان سراقه را می بینم و در حال آن مکتوبی که داشتم نوشته بودم آورد و به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم سپارید و پیامبر گفتند که الیوم یوم البر والوفا، همین روز نیکی و روز وفاکاری است و او را پیامبر صلی الله علیه و سلم عفو کردند. این صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم عفو کردنشان در همین بود.